سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به پارت دوم چپتر 18 مانگای بوروتو زوگردابابی. چاکریم. اینو دوباره میگم آموتو، اگه دخترت زنده بشه و اگه اوتسکی باشه لحظه‌ای برای کشتنش درنگ نمی‌کنم. آموتو با یه قیافه مضطرب‌طوری میگه طی یه سری اتفاقات غیر منتظره آکبی واقعا قراره به عنوان یه اوتسکی زنده بشه. میتونی هر کاری که دلت خواست رو انجام بدی، اما منم باهات میجنگم با هر چیزی که توی توانم دارم. کاواکی هم یه نگاهی میندازه که بیا برو گا نخور بینا. کاواکی میگه آمادو شرایطو نمیتونم قبول کنم. آمادو پشماش میریزه، میگه چی؟ کاواکی میگه ارتقای قدرتای من اول اتفاق میفته و منم علاقه خاصی به خلق چیز جدیدی ندارم که بعداً ممکنه به یه دشمن جدید برام تبدیل بشه. آمادو دیگه داره زجایی آخرشو میزنه، میگه کاواکی لطفاً کمکم کن، یکم درکم کن. کاواکی میگه مشکل اصلی این اتفاقات اخیره. ببین آمادو، من قول میدم که یه کارما حتما روی اون کالبد قرار میدم، ولی در صورتی که یوتسکی بود در جا نابودش میکنم، اما بعد از اینکه جریانات حال حاضر تموم بشن. آمادو میگه گوش کن کاواکی، در حال حاضر بدن تو پر از توانایی دفاعیه. اگه بخوایم تمام این قدرت‌ها رو روی تهاجمی قرار بدیم، زنده موندن تو نمیتونم تضمین کنم و اگه اون حرومزاده ها هم تو رو بکشن، تمام رویاهای من نابود میشه. کاواکی یه جور بیورمطوری میگه ببین، چیزی که من میخوام تضمینی برای بقا نیست، بلکه یه پتانسیل برای کشتن اونهاست. پس راجع به سلامتی و رفاه من نگران نباش. بهت که گفتم من میخوام منو به هیولایی تبدیل کنی که حتی بزرگتر و بدتر از اونا بشم. سومیره میرینه تو خودش. کاواکی ادامه میده از هر چی که داری استفاده کن، میخواد علمی باشه یا هر چیز دیگه ای، تا منو بتونی قوی تر کنی، حتی فراتر از محدودیت ها، شینجاها، کد و بوروتو. یعنی منظورش اینه که میخواد از اینا هم قوی تر بشه، ولی خب میدی تو دخترت باز هم دیگه رو میبینید، البته بعد از اینکه همه اونا رو سلاخی کردن. آمادو هم دیگه نامید شده، فقط داره نگاه میکنه. میریم سمت ماتسوری و کنوهامارو. دیت اول. ماتسوری میگه این بهترین روز زندگیمه که تونستم بشینم باهات صحبت کنم و حرف بزنم. کنوهامارو چون کنوهامارو یه نگاه خیره میندازه. ماتسوری میگه خب نه اینکه زمان زیادی رو زنده بوده باشم و بخوام وقت بگذرونم، با این حال خوشحالم که با تو صحبت کردم کنوهامارو جان. کنوهامارو میگه صبر کن یه لحظه. خیلی شرمندم ولی میشه منو اینجوری صدا نکنی؟ ماتسوری تعجب میکنه، میگه چرا، مشکلش چیه؟ کنوهامارو میگه خب فقط یه نفر هست که منو اینجوری صدا میکنه. ببینید اصلا به اینکه این یه کتابه و یه مانگاس کار ندارم، ولی خب ریدی. کنوهامارو میگه میبینی یکم منم غافلگیر میکنه، ولی یه جورایی مرمورم میشه اینجوری صدا میکنی. خاک تو سرت کنوهامارو، یعنی ریدی. مشکلی نداره که درست میگم، همین کنوهامارو صدام کنی کافیه. ماتسوری هم اینجا سگ میشه، حالت پاچگیرطور نگاش میکنه. کنوهامارو هم میرینه تو خودش. ماتسوری میگه فقط یه نفر تو رو اینجوری صدا میکنه. کنوهامارو که دیگه ریده تو خودش میگه اوه بابا خیلی جدیش نگیر. ماتسوری تو حالت آماده باش میگه فکر نکنم که منظورت از اون یه نفر کازا ماتسوری موئگی باشه، مگه نه؟ درست میگم؟ خب اون زنه واسه تو دقیقاً چیه؟ توی پنل بعدش هم میگه جوابمو بده کنوهامارو یه حالت حمله طور مانندی. یه دونه تئوری من اینجا میدم که 100% اتفاق میفته. ماتسوری قرار نیست به کنوهامارو صدمه بزنه به هیچ عنوان، یعنی اگه اتفاقی هم بیفته کنوهامارو هیچ مرگش نمیزنه. بریم سمت ریو. اینا ریو میگه اوه گرفتم، استفاده از یه خار روح به عنوان تومه، این یه ایده بی‌نظیر و هوشمندانه است. از توی خودش یه دونه خار روح میندازه رو هوا. ساردا اینا نگاش میکنن، میگن خار روح دقیقاً همون چیزیه که قبلا دیدیم و همشون معلومه که تو حالت آماده باشن که برن بگیرنش. از این برم میبینیم که یودو میگه خار روح. ریو میگه خب حالا وقتشه ببینیم که توی تله میافتن یا نه. آرا یه نگاهی به یودو میندازه، میفهمه که تو حالت آماده باشه قراره بره برینه به نقششون. میگه یودو نه. یودو هم مثل خر میره تو دل دشمن. همینجوری که تو هوا معلقه تا خار روحو بگیره یهو خشکش میزنه، چون که ریو با شنای آهنیش اونو توی دام انداخته. یودو میگه یعنی چی؟ من اصلا نمیتونم تکون بخورم. ریو یه دونه خنده از روی تحقیر میندازه، میگه گرفتمت. فکر کردم که شاید کل قضیه به خاطر این باشه، پس درست فکر کردم. میتیکم اینجا تو دلش میگه اون انقدر هم که به نظر میومد احمق نیست.
و درسته توی پنل‌های بعدش میبینیم که همه رو با شنای آهنیش گیر انداخته. سارادا میگه شنای ریو دارن کل بدنمو میپوشونن. ریو ادامه میده میگه این خیلی ناراحت کننده است دوستان شینوبی عزیز من. خیانت شماها قرار منو افسرده کنه. فکر میکنم که شما نیاز دارید تا مجازات بشید. اینجا میبینید که سارادا از توی جیب پشتش از اینجا یه دونه کنایی در میاره ولی ریده خودش این کارو نمیکنه. ریو داره کنترلش میکنه. سارادا متوجه میشه میگه بدنم خودش داره خود به خود حرکت میکنه و به سمت یودو پرواز میکنه تا اون خنجر رو بکنه تو یودو، تو شکمش، شاید هم تو دستش، نمیدونم. میتسکی میگه این شنای آهنی همه ای ما رو دارن مثل عروسکای خیمه شب بازی کنترل میکنن. توسط اون کنترل میشیم. ریو توی صفحه بعد یه حالت موجطوری میخوره به شنای ذره دور میشن از یودو و سارادا و خود ریو هم پشماش میریزه. توی پنل هم میتونیم ببینیم که سارادا و یودو دیگه شن دور و برشون نیست، داره ازشون پراکنده میشه. سارادا میگه من دوباره میتونم خودم رو کنترل کنم. شنای آهنی از بین رفتن. اینجا آرایا میبینیم استعداد خالص خداوکیلی. سنگ مغناطیس، تیغه زندان شن. آرا شمشیریشو یکم پایین‌تر میاره میگه شینکی هیچ وقت فکر نمی‌کردم از این جوتسو که برای خودمون ساخته بودیمش بخوایم این مدلی استفاده کنیم. شینکی میشه تا هم بهمون تو این جنگ کمک کنی؟ ریو یه جور خاصی نگاه میکنه میگه این چی بود دیگه؟ این خیلی نادرانه است. خیلی خوب، چپتر 18 به پایان رسید. بریم به چپتر 19. یه سری تئوریا داره اونا رو میذارم. یه 2 تا ویدیو هم از قبل داریم اونا رو میذارم. یه چند تا هم ویدیو از کایجو 8 داریم و یه دونه کانتنت خفنم تو ذهنمه، اونم براتون کم کم روالش میکنم.